سلام دوستان عزیز، به درس چهارم و آخرین درس از این دوره آموزشی خوش آمدید. خوشحال هستم که تا به اینجا این آموزش را دنبال میکنید و به شما تبریک میگم که این دوره آموزشی را با موفقیت به پایان رساندید. شما در درس‌های هفته گذشته یاد گرفتید که چشم سوم چیست و چرا باید آن را فعال کرد و یاد گرفتید که چه چیزهایی باعث بسته شدن چشم سوم و چه چیزهایی باعث فعال شدن یا باز شدن چشم سوم میشوند. همونطوری که در درس قبل با آن اشاره کردم، در این درس به این موضوع میپردازیم که چگونه میشود چشم سوم را بست. حتما از خودتون میپرسید بعد از این همه تمرین و سختی و بعد از این همه تلاش و صبوری برای باز کردن چشم سوم و رسیدن به شناخت حقایق بالاتر، چرا باید شخصی بخواهد که چشم سومش را ببندد؟ تجربه نشان داده است که بعضی از انسان‌هایی که به حقایق بالاتر دست پیدا می‌کنند قادر به فهم این حقایق نیستند و نیاز دارند که دوباره به زندگی معمولیشان برگردند. به عنوان مثال، اشخاصی که چشم سومشان یک دفعه فعال می شود و یهویی قادر به دیدن تصاویری از آینده می شوند که در ابتدا این می تواند برای آنها خوشایند باشد ولی در نهایت دوست ندارند این روند ادامه پیدا کند، و یا اشخاصی که با باز شدن چشم سومشان و با ورود به دنیای روحانیت شوق و علاقه و میل به زندگیشان از بین می رود. این افراد نیاز دارند که برای برقراری هماهنگی و بالانس در زندگیشان هر از گاهی چشم سومشان را غیر فعال کنند و به زندگی معمولی، در واقع زندگی زمینیشان بپردازند. تجربه به من نشان داده است که بعد از باز شدن چشم سوم انسان وارد دنیای جدیدی می شود که در ابتدا برایش بسیار خوشایند است، ولی اگر تمام وقتش را در این مسیر بگذارد باعث می شود که هماهنگی در زندگیش از بین برود. انسان تصاویری از آینده را می بیند که برایش خوشایند نیستند. بعد از مدتی تمایلی به دیدن این تصاویر ندارد. در اینجاست که انسان آرزو می کند که بتواند چشم سومش را ببندد. مهم این است که شخص بتواند بالانس و تعادل را در زندگی روحانی و زندگی زمینیش برقرار کند تا بتواند از فواید باز بودن چشم سوم در زندگی زمینیش استفاده کند. در اینجا من به شما چند راه حل بیان می‌کنم که چگونه می‌توانید چشم سومتان را ببندید و به زندگی معمولی برگردید. اولین راه حل این است که تصمیم بگیرید و به خود بگویید که من چشم سوم خود را می‌بندم و دنیای روحانی را ترک می‌کنم و به زندگی معمولی خود برمیگردم. و قدم دوم، یک هفته مدیتیشن نکنید و بعد از یک هفته اگر مدیتیشن کردید تمرکزتان را از میان دو ابرو بردارید و تمرکزتان را بر روی تجسم کردن آینده‌تان بگذارید. هدف‌های جدید و کوتاه مدت برای خود انتخاب کنید و تمرکزتان را بر روی آنها بگذارید. قدم سوم، ارتباطتان را با اطرافیانتان که با دنیای روحانی فاصله دارند بیشتر کنید و مثل بقیه به زندگی معمولی خود بپردازید. شروع کنید به قهوه خوردن، تلویزیون نگاه کردن، روزنامه خواندن و خودتان را با مسائل روزمره مشغول کنید. اگر این کارها را برای مدتی انجام دهید، چشم سوم شما به سرعت بسته می شود. توصیه من به شما دوستان عزیز این است که روزانه بیشتر از نیم ساعت زمان را به دنیای روحانی اختصاص ندهید و اگر از همان ابتدای راه تعادل را بین دنیای روحانیت و زندگی زمینی با گذاشتن حد و مرز برقرار کنید، هیچ وقت نیاز به بستن چشم سوم نخواهید داشت. هر شخصی به تنهایی مسئول برقرار کردن تعادل در زندگی خودش است. امیدوارم که از این دانش و اطلاعات در زندگی خودتان و اطرافیانتان بهترین استفاده و بهره را ببرید و توسط فعال بودن چشم سوم دید جدید نسبت به زندگی پیدا کنید و به این موضوع پی ببرید که قدرت اصلی در درون خود شماست. اکنون شما راه‌های مختلفی را برای باز کردن چشم سوم یاد گرفتید. سوال اینجاست که چگونه می شود فهمید که چشم سوم شما فعال است؟
مواردی که با آنها اشاره خواهم کرد نشان می‌دهد که چشم سوم شما فعال است. 1. قدرت تلپاتی. به عنوان مثال شما به شخصی فکر می‌کنید و آن شخص بعد از مدت کوتاهی به شما زنگ می‌زند یا به دیدارتان می‌آید. 2. حس ششم قوی. به عنوان مثال شما یک اتفاق را از قبل حس می‌کنید و بعد اون اتفاق به صورت ناباورانه پیش می‌آید. 3. قدرت شناخت بالا. به عنوان مثال شما می توانید با یک نگاه و بدون اینکه یک کلمه با شخصی حرف زده باشید شخصیت آن شخص را بشناسید و بعدها به شما ثابت می شود که شما در شناخت این شخص درست حدس زده بودید. 4. قدرت خرد و دانایی بالا. به عنوان مثال شما یک دید کلی به هر مسئله پیدا می کنید تا جایی که می توانید نتیجه هر کاری را از قبل بفهمید. مشکلات را می توانید ریشه یابی کنید و راه حلشان را پیدا کنید. 5. وضوح خواب. به عنوان مثال خوابهایتان برای شما واضح‌تر می‌شوند و شما می‌توانید هر لحظه آنها را به یاد بیاورید. 6. الهام در خواب. به عنوان مثال وقایع و حوادثی که در زندگی برای شما پیش می‌آید را شما از قبل در خواب می‌بینید. خب عزیزان، با فعال بودن چشم سوم علاوه بر ورود و راهیابی به دنیای معنوی می‌توانید شما به تمام قدرت‌هایی که با آنها اشاره کردم برسید و با تمرین و تلاش قادر به کنترل این قدرت‌ها در زندگیتان شوید. در اینجا به پایان این دوره آموزشی رسیدیم. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که در این دوره آموزشی ما را همراهی کردید و زاویه جدیدی را در زندگیتان به وجود آوردید. من مطمئن هستم که مسیر زندگی تک تک شما عزیزان بعد از پایان این دوره به صورت کاملا مثبت تغییر خواهد کرد. امیدوارم که همیشه شاد، سربلند و موفق باشید. همه شما دوستان عزیز را به خدای بزرگ میسپارم. دوستدار شما عرفان.